سلام بچه، من رکنا هستم و خوش اومدیم به ویدیو. بچه امروز اومدیم آموزش فایل ست زدن رو بهتون یاد بدیم. بچه اگه خواستم تو کامنت ها بهم بگین یه چنل تو روبیکا باز کنم برای فایل ست ها. فایل ست ها ساکورا هیپاپ هرچی خواستین بدون بند تضمینی. خودم اول امتحان میکنم بعد به شما اون فایل ست رو میذارم تو اونجا. اگه خواستین بگین، اگه نخواستینم نگین، منظور نمیکنم بهتون. بچه اگه میبینین دارم روی اکانت ضعیف زدم، اکانت اصلیم توی یه گوشی دیگه بود، اون زداشویش خطا میداد، به خاطر اون اومدم توی یه گوشی دیگه، این زداشویش خداشو خطا نداد و تونستم فایل ست رو بزنم. بچه بریم برای ادامه ویدیو برای فایل ست زدن. بچه فایل ست که برداشتین من اینجا نشون میدم. اول اینجا میزنیم، بازم هست یه بار دیگه اینجا، و بعد روی این فیلتر فشار میدیم. فیلتر گفتم. و بعد کپی میزنید و این تو صفحه براتون میاد. این بالا و حافظه تلفن رو میزنید. بعد اندروید، بعد دیتا، بعد فیلتر معمولی یا مکس. من تو معمولی زدم و بعد این دکمه رو میزنید، تزریش برای تمام فایل ها و جایگزین. اینم درست خوندم نه یا نه؟ حالا میایم با یکم باگینه اومد، واسه من کار کنم اومد ویدیو رو بذارم. بعد فایل رو که دیدین زدیم اومد. اگه دیدین نیومد، من دیدم نیومد یه نمره رفتم. اگه بازم نیومد یه بار دیگه این گوشی رو میگم فری فایر رو باز و بس کنید. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. فعلا تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.